این چی است خانم علیا؟ میدونی دوستود پولی مکتب رو پسری من ندوزیده است. اگر او میدوزید از چشمونش میفهمیدم، چون که من مادر هستم. باور کنید همه او رو گناهگار میکنن. پول رو رفیق ثروت دوزید، از همین سبب خودمون رو گناهگار میحسابیم. خواهش میکنم این رو قبول کنید. التماس. خانم علیا این کاری کردهاتون همچی یک مادر، باور کنید شما رو تبریک میکنم. همین خیل نیم اگر معلم؟ بله همین خیل. ما خطا کردیم که به شما زود زنگ نزدیم، ببخشید. از شعبه پلیس خبر دادند پول را دوستی ثروت دزدیده است. ثروت هم برای او را داشتن از پسش دویده است. پولها را از دست پدر دوستی ثروت یافتند. ببخشید این زر و زیورتان را گیرید. بلازد دست درد رو نگیرد گلین. بایشتی تون پدر جون. صدقه تخم پختن را از کلین یاد گیر، فهمیدی؟ همین خیل. این همه اصراف نشود در اینجا. پدر جون چی شد کلین؟ چی میخوایی؟ شرم نکن گپ زن. پدر جون وای وصیت نامه بود کن. چی شد؟ نوشتید؟ وای نمی نویسم. برای چی؟ چون که مردن را به یادم میارد. این موضوع محکم شد کلین. خیر از این من صحت سلامت هستم و مانند یک تربه هستم. با 100 سال دیگر عمر میبینم. چی شد پدر جون؟ به فکرم زیاد خوردم، دلم زد. من تو رو میجوستم. سعیده گوش کن. گپ‌های مادرم رو. مادرت همش رو گفتند. لیکن تو با اون کس باور کردی؟ البته باور کردم. خالای هوریا با مثل مادر من نیستن. مادرت رو از در بیرون کردی. گفته از تو رنجیده بودم. لیکن مادرت گفتن که تو رو من کردم خواستی. اما خالای هوریا نخواستن. همین خیلی گفتن؟ مادرم همین خیلی گفتن؟ بله. کمی پیش در نزدشون بودم. همراه هم آوردنی بودم، نه اومدند. در اینجا راحتم گفتم. لیکن هورون چیزی که نگویند ما نباید چشمانمان رو پوشیم. اگر او رو از اونجا براری تو رو میبخشم. مالش سیده تو هم نخور. چیزی که گویی میکنم. پدر مادرم در کجاست؟ با بیرون برآمدن. چی شد پدر؟ پدر جون چی شد؟ پدر؟ چی شد پدر جونم؟ پدر جون چی شد به شما پدر جون؟ پدر میرم. نه این طرف نگوید پدر جون. خودش ما رو با بیمار خونه میبرید. همش کاری تو کجا میبرید؟ بیا کلی نکن سلام. بیا اون رو برداریم. هاشیم سلام. با پدر چی شد؟ نمیدونم مادر جون. هاشیم یک طرفیست. ما اون رو همراهی دارم و دکتر میبریم. خیزید پدر جون. خیزید رفتی پدر جون. شد تمام پدر جون. سلام رو باید با دکتر بریم. میشه تو در خونه ما. تمام شد. خانم خود را به دست گیرید. التماس اگر این خیل دوام دهید میتوانید شک شوید. کمی راحت کنید. فکر زیاد کردن در این سن سال خیلی مشکل است. التماس آرام شوید. البته صحت میشوید. تشکر زیاد دکتر. özüm دارو گذراندم. او را آرام میکند. داروهای دادم را در وقتش استفاده کنید. تشکر آقای دکتر.
تشکر. انا یافتم. رقم تلفنی سعیده رو یافتم. حاضر برو زنگ بزنم که اوجا نزن. و من کردون نشم که لابری کلید داری و تا حال اینجا هستی. نزن. نگوی. الو سعیده دخترم، من دوگانه خاله حوریتت ملیکه. майла шумо дастодам холаи малика ҳозир меоям. ҳорун зудтар, аҳволи модарат бад шудааст. ман ба он ҷо меравам. зудтар биё. سعیده апаҷон бахшиш саросима ҳастам. ба назди холаи ҳурия меравам. бахшиш. سعیده الو با خالای هوریا چیزی شده است؟ من هم به هارون زنگ میزنم جواب نمیدهد. چی واقعا شده ایستاده است؟ اگر خواهی رفته میفهمیم. مایل شما میرویم. سلام دادرم. تو برآمدنی؟ بله برآمده ایستادم. من پدرم را پرسیدنی بودم. میآید گفته بودی؟ انشالله من هم انتظارم. دادرم ما برادران هستیم. بیا نشسته مثل اکو و دادر گپ زنیم. یعنی دیگر اوماسی با همه کم چی شد؟ بعد از خورو خوردن نفسش گرفت خیلی حالش بد شد. ماسی میبریم. ماسی احتیاط کنید. زودتر. ماسی این مطلب طور حل شد و دیگه نکن از ترس مردن وصیت‌نامه رو می‌نویسد. همه میراثش رو به نام فکرت می‌گذارند. این مراتب موافق شدیم. بسیار سراسیمه باشم. کرینی خوب بودنت را نشان دهید. به زودی کارها خوب می‌شوند. فکرت آرزوی از جای خستن رو دارد بیچاره. لیکن در خوبش برای مادر بستر باشد بهتر. اگر یک عمر معیوب ماند این خانه از آن من می‌شود. غم نخور. چنان میکنم که دیگر هیچ گاه راه گشته نمیتواند. دیگر روشن بیاکن و من باور کردم. سنم خریب که میفهمید بعد او هم باور کرد. و فکرت بی عقل نفرت دارم. زودتر از او خلاص شدن میخوام. هر وقتی او رو بینم دلم به حضور میشود. میراث را فکر کن. راست میراث را فکر میکنم. چیکار کنیم؟ روی فکرت تروش است لیکن روی پول شیرین. باز کمی صبر کن تا بازدهی. هاشیم چیکاری کرده بود هاشیم؟ الو اکای فکرت؟ سنم زودتر به خانه بیا. چی شده اکا؟ خیلی مهم است. خدایا من چیکار کردم؟ چیل من نفهمیدم. چی وقتی شده اکا؟ زودتر به خانه بیا. فهمیدم حضور میویم. مادر؟
من به خونه میروم. اکای فکرت مرا جیغ میزند. برای چی جیغ میزند دخترم؟ چی شده است؟ بعد میگویم مادر جان. مرحمت خانم سروما. تشکر. چی شد به من؟ اوه شیم از برای خوردن 2 مراتب از این خیلی میشه بیا. شکر خدا سکته دل رو پس سر کردید. نتیجه تشخیص رو انتظاریم امک هاشم. چیزی خورده اتان رو معین میکنیم چون که همون چیز به دلتون ضرر داده است. هیچ گپ نه، همش رو میفهمیم. متخصصان بهترین رو جلب میکنیم. ضرر دیده است. قلب من آزاد شده است. 20 солаги истиқлолияти ҷумҳури Тоҷикистон муборак достонии азиз, мо шуморо дар коки Борбат интизор جانکم ببین به تو چی آوردم. این درو رو هم بخور. بخور فکره. چرا این خل نگاه میکنی؟ گویا با تو زر میداده باشم. میخوام زودتر راه گردی. با خدا مثل گودک هستی. دارو رو گیر. تو رو خیلی دوست میدارم. خیلی خوشبختم که در پهلوی تو هستم. گل رو باز چی کار کردی؟ ای طبقچه رو شکستی. خدایا من از خانه‌ام فرشته رو پیش کرده شیطان رو جا کردم. علیا من چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ من گریه نکنم که گریه کند. من چقدر بدبخت هستم. حلیمه چی گپ شد؟ گپ زن آخر. بازی شود حمزه. دخترهایم مرا دوست نمیدارند. به همه چیز مرا گناهکار میکنند. حوریه رو از من زیادتر دوست میدارند. نمیدانم در او چی افتد. اون چیزی که در تو نمیبینن در او میبینن. خدایا ویسی داشته است که من ندارم. حلیمه تمام. او خیلی زن مهربان است. انا تو همون رو محافظت میکنی. حلیمه ما این گریه های دروغت را بس کن. تو را آگاه میکنم دیگر با دخترانم کاردار نمیشوی. فهمیدی؟ دی کاردار نمیشوی. هم هارون و هم حوریه را به حالشان گذار. کمی شرم دار. زنی کلان شدی و حالا هم مثل کودک رفتار میکنی. مرحمت با این طرف. تشکر. بیا دخترم. خاله حوریه چی شد به شما؟ خاله جان بیا دخترم بیا کمی گپ زنیم. بیا دکتر گفتن که میتواند شق شود. خدا نشان ندهد. گوش کن دخترم. خاله حوریتت به تو دروغ گفت. به اینجا با خاص خود نامده است. تو زیق نشوی و از پسرت جدا نشوی گفته به تو دروغ گفت. پسرش به اینجا اومده باید چنان داد زد که اگر میدیدی. من خودم آمدم خودم. این خیل نگوی ملیکا.
خاله هوریه این خیلی نگوی. من خودم آمدم. خودم پسرم گناه ندارد. خاله جان هارونم گناه ندارد. پسری من یک دو است. مرا هیچگاه نمی رنجاند. او خیلی زور کرد که اینجا نهایم، لیکن من او را گوش نکردم. پسرم هارونم گناه ندارد. دخترم او بیگناه است. سیده حیفی تو برای من شده و رو نرنجان دخترم. شد هوریا آرام شو. احوال پدرم چه است؟ خوب است؟ سانم با خدا من با پدرت هیچ چیز نگفتم. پدرت رو میدونی. ولی به عقل چیکار کردم؟ من کی رو بزنی گرفتم، نفهمیدم شیطان رو به خانه راه دادم. به این هم من از اول شبه داشتم. من با هیچ باوری نداشتم. من چه باور کردم او خانم رو ویران کرد. گریه نکنید اکا، معلوم نکنید. میشنوم گوش کنید چیکار میکنیم. او با ما بازی کرد، ما هم با او بازی میکنیم. از همه معلومش این است که کی این زن رو روان کرده است. او کیست؟ باید او رو یابیم. برای همین آروم شوید. همش رو عمیق میکنیم. فهمیدید؟ خدایا من چیکار کردم؟ شودی خیلی نکنید. التماس باید بقوت باشید. غم نخورید. جزایش رو میدیم. فرزندانم برای او شده فرزندانم رو پیش کردم. خانم رو سوزاندم. نرگیس، ثروت. فهمیدم. گل رو نرگیس اکای تو پول مکتب رو دوزدی. اینا دوزدید اکا دوزدن. این دروغ است اکای من دوز نه. مدیر گفتم که دیگر کس دوزدیده است. دوزدید این را همه میدانن. اکای من دوز نه. حالا تو من رو میزنی و تو من با تو نشان میدم. آنا باز تو من رو میزنی. آنا با تو آنا با تو من رو میزنی. تو کی رو میزنی؟ لعنتی دستش میاد شرمن کمی بس کنید. این کارتون عیب است. ثروت بس کن. معلم اونها اکام رو دوست میگویم. اکای من دوست نیست میتونه. بچه ها شرم دارید. این رفتارتون خوب نیست. یک چیز رو ندانسته گناهکار نکنید. پولها رو ثروت ندزدیده است. فهمیدید؟ برعکس ثروت دزد رو داشتن خواست. بچه ها اگر شما حقیقت رو ندانید زود حکم نبرارید. نام این رو تهمت میگویم. با این رفتارتون هم او رو میرنجانید هم خودتون رو شرمنده میکنید. ببخش نرگیس. اکا جان مایلش بیایید من هم میرم. از نزد خانه شما میگذرم. همراه میرویم. خوب است اکای حمزه خوب. کمی ترسان رو لیکن اگر کمی خوردنش رو دقت میکرد. مایلش من میگویم. مایلش خیر اکای حمزه. اکای حمزه زنگ زد. احوالت رو میپرسد. سلامت باشند. سلام هاشم آمد. سلام. چه حال داری؟ خوب هستید؟ خوبم. البته خوب میشوید. شما حالا عمری دراز میبینید امک جان. نترسید. شما دیواری کهنه هستید. باز آدم چپا نمیشوید. شما زودتر خیزید امک جان. و شما خواب نمیزیبد. زودتر خیزید که کارها خیلی زیادند. کارهای هاشم. ایستر. بله امک.
فکر کردم یکدیگر رو خیلی خوب میفهمیم، کارهای خوب میکنیم. میدانید چی میخوام امک جان؟ اول در این محله یک فابریکه میکشایم. فکر پول رو نکنید امک جان. تیمور بیشترم چقدر خوب گم میزنی، در باره پول گم میزنی. حاضر من به هم نگاه کن. آهسته آهوشی شخ شده است. آهوشی ما عقلت همه وقت در پول است. او کمکت سلامتیت را فکر کن. آی پول ماست، پول گفته جان ندهد. سلام. خدا شفا دهد. رویا به خود آمد. راست احوال پدرم خوب است. تنها دلشان زده است. به فکرم از زهر داده او. همش انیق میشد. فکر نکنید. حاضر هیچ چیز رو معلوم نمی کنیم. گلرو در کجا باشد؟ گپ‌های زده‌مان رو شنیده است. خدایا، فکر کردی از دستی من میگریزی شیر؟ رویا، من همین جایم. رویا، تو رو خیلی انتظار بودم. رویا، از کودکیم گلها رو بوی میکشیدم، تو رو خیال میکردم، همه وقت انتظار تو بودم. یک روز میایی گفتم. آمدی و همه دنیا از من شد. تو آمدی و مرا خوشبخت کردی. رویا، التماس مرا ترک نکن. تو رو از دست دادن نمیخوام. التماس. آواز درشو از اینجا. دخترم را به حالش گذار. درشو از اینجا. درشو. این احوال رو بینید. یک عائله کلان قریب که همه‌شان در بیمارخانه. خدایا تو به همه شفا ده. مادر جان، شب شد. کودک‌ها کلید ندارن، در بیرون نمونن. زود رویم. از غمی بسیار فراموش کردم. بیا زودتر رویم. الو اشیل، با من گوش کن. فهمیدم تیمور، فهمیدند. همش رو میدونند. تو در کجایی؟ حاضر در کجایی میگویم؟ خاموش کرد. میگریزد، به فکرم میگریزد. ایستا اشیل، از دست من گریختن نمیتوانی. چی گفتم؟ فهمید است. حتما از پسم میشود. در کجا میرویم؟ مادر جان، در کجا میرویم؟ میرویم دخترم. از این محله دور میرویم. دم گل رو زودتر دم. هیچ کجا نمیگریزی. هنوز بازی تمام نشده است و پرده های تئاتر پوشیده نشدند. تو را میکشم تو را.
علیا سلام تشکر استاد. وای من همراه از مکتب برآمدیم، کلید نداشتم، در بیرون ماندن، بازی کرده ایستاده. کمی دیگر بازی کنیم؟ ما بازی میکنیم؟ بچه ها معلم جان علیا مرا ببخش علیا شما رو خیلی دوست می‌دارم. من هم آنها رو دوست می‌دارم. استاد اگر خواهید در آمده یک چای می نوشیدید. تشکر. من روم اکنون، دیر شد. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر معلم. شب بخیر معلم. جوزف دونالتون حاضر. شب بخیر. چی شد مادر جان؟ هیچ چیز نی. بیا به خانه رویم. تو چرا این کار رو کردی؟ مادرت رو به این احوال آوردی. کاش همه این رو نمیدیدم. خدایا خیلی سنگدل بوده ای هارون. من هیچگاه طرف دیگری روی تو رو ندیده بودم. برای خودمون کردم، برای عشقمون. تو این رو عشق میگویی؟ این شرمندگی است هارون، شرمندگی. اگر امروز به مادرت چنین کرده باشی پگاه با من چی کار میکنی؟ این عشق نیست. کسی عاشق مادرش رو به خانه پیرانسالان نمیبرد. در جایی که حرمت پدر و مادر نباشد در آنجا عشق پاک هم نمیشود. تو این رو میفهمی هارون؟ نامزدی انگشتری نمیشود.
ягон чиз намешавад. ягон чи. ва ман бо одаме ки модарашро ҳурмат намекунад хонадор намешавам. кошки модари ман мисли модари ту меҳрубон мебуданд. кошки منو سرده چیکار میکنی؟ سرده با تو میگم سرده تو دیوانه شدی مگر سرده سرده با تو میگم نابکار تو چیکار کردنی ها؟ تو چی کار کردنی؟ نابکار فهمیدم زودتر دختر اسماعیل 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارکی دوستانه است. ما شما را روز 17 و 18 سپتامبر انتظار همه شما را دوست می‌دارم. همسادای دلی ما و شما. فریاد دل بهرام غفوری این منم گرفتارم بر پریچه را بگو پرده روش بردارم آمدی خوش آمدی ای جانی من از مغازه ها پرسان شده گذر با کجا میگوری زدن؟ با کجا؟ تیمور همه چیز رو فهمیدم سنم از پسم میوید از دستشون با یک عذاب خلاص من با تو چی گفتم؟ گفته بودم که یگان خطای کنی دخترت رو میکشم نگفته بودم ها؟ نگفته بودم؟ نه التماس این کارو نکن کار را با آخر نرسانده به هیچ کجا نمیروی مرا فهمیدی؟ وگرنه دخترت رو میکشم میشه خاموشی سوار شو زودتر سوار شو شین سوار شو زودتر بیاخری نکن سرده رو نگاه سرده
دستوری نمیشه تو باید این رو قبول کنی آرام شوید خزه آرام شوید خانم خزه با کمک کن بایستم خوب هستید خانم زینب شد آرام شوید خوب هستید خوبم پسرم خوبم اسماعیل این تویی؟ سنم برای بخشش پرسیدن آمدم. مرا ببخش که تو را گذاشته رفتم. خطا کردم. خیلی پشیمانم سنم. التماس مرا ببخش. کیها باز آمدنی بودم لیکن از شرم جسارت نکردم. بعد وجدانم مرا خیلی عذاب داد. طاقت کردن نتوانستم. سنم التماس به من یک امکانیت ده. التماس. سنم ایست التماس گوش کن. راه از اینجا چشمم تو رو نبینم. راه نمیفهمی زخمای پیشینم رو خونشور نکن. مرا ببخش سنم التماس مرا ببخش. خیلی پشیمانم. مادر جون مادر بیایید به خونمون میرویم. خیزید تیار شوید. خیزید مادر جون. پسرم نمیروم. چرا شما اطلاعی میکنید؟ من میدونم تو برای چی مرا بردن میخواهی. برای سیده رو از دست ندادنت. همین طور نه؟ نمیروم پسرم. اگر برای مادرت بودنم مرا بردن خواهی نمیروم پسرم نمیروم. بهترش در اینجا بمونم. به زندگی شما خلال نمیرسونم. به دختری بیچاره رو هم فریب نمیدهیم. نه میروید مادر. خیزید مادر جون. خیزید میرویم. ساده آرون ساده مرا. خیزید میرویم. خیزید کاردون نشوید. شما با من کاردون نشوید. رو از اینجا رو. سردید مرا. آرام شوید. سعیده با تلفن جواب ده. التماس جواب ده. سعیده جواب ده گفتم. سعیده دیوانه میکنی. ای آدم تو چی از جانت سیر شدی ها؟ خدا نشه فهمیدی؟ شد میکشم کمی برا لعنتی میکشم تو ایستا. سعیده مرا دیوانه نکن. جواب ده سعیده مرا دیوانه نکن. من دیگر زنگ نزن. خدایا حمزه نصف شب در خانه هاشم چی کار میکنیم؟ پگاه میرفتیم. روگرد رفته. تو فکری همه رو کرده نه فکری دخترت رو میکردی بهتر بود. من از هوریا میروم گفته هنوز برنگشته است. میآید حلیمه. عقل دخترهایت مانند عقل تو نیست. روگرد زودتر. خدای توبه رو گشته ایستادم. بس.
آهسته احمق. مایلش من خوبم سردید مرا. خوشیم از برای شکم از شده قریب نموردی ها؟ در اینجا شینه دمک. آهسته. شما باید کمی دم گیرید. دیگر تخم نمیخورم. توبه کردم که دیگر تخم خورم. سنم فکرت چی شد با تو پسرم؟ خوب هستی پسرم؟ چی شد با تو پسرم؟ فکرت پسرم اومد سرما فکرت افتادم ایشیل بیا خیز آهسته ایشیل در کجا باشد؟ گل رو هم نمیبینم. ایشیل یک شیطان بوده است. شیطان! تو چی رو میگوی پسرم؟ پدرم رو ایشیل زهر داده است. مقصدی با من با شوهر برآمدنش تنها میراثی پدرم بوده است. چه؟ اما جان آرام شوید. پیدا کنید. کجا رفته باشه؟ گریز مادر. سنم از پسش رفت. میراثی مرا میخواست. شد هاشی میراثی مرا میخواست. از زیر زمین باشد او را پیدا کنید. پولهای مرا پشتن میخواستن است. میراثی مرا میخواستن. چی شد دخترم؟ برای چی داد میزنن؟ دروید پدر، اگر سببش رو فهمید حیران میشوید. دروید. درو محمد. خدایا چی واقعیشون؟ باشیم؟ مرا کشتن میخواست از اکیم زد. اون کشت و مرا زهر دادنی بوده است. به دستم افتاد. من خودم او را میکشم. با من نرسید. سنم از پسی چی رو رفته است؟ او این کار رو تنها کرده نمیتواند. کسی او را به این کار مجبور کرده. اکا در بغلمون مار جو گرفته است. چشمش در میراث ما بوده است. در پولهای با شما گفته بودم این زن تنها نیست. یگانیتی بد دارد. مرا کشته کرده. گل بر این کلینم رو از در بیرون کرده. مرا عصبی نکن صدیقه. من از کجا میدانستم که این خنده شود؟ چند بار دیدم که ایشیل با تیمور گپ میزد. رفتاری عجیبشون دقتم رو جلب کرده بود. گمان میکنم که تیمور هم با این کار چه علاقه دارد. تو خطا میکنی. تیمور با این کار یگان علاقه ندارد. با این کارو کرده نمیتواند. چون وی آدمی خوب است. آروم شوید. من چه آروم شوم؟ اون مار مرا زهر داده کشتنی بوده است. من خودم را میکشم. چقدر سروسی من نشوم مکه. او با شیطان میگریزد. باشید دمک از برای خدا. باشید. من خودم میکشم. آروم شوید دمک جان. آمدم کپزن التماس مرا ببخشید. التماس وقتی که میگرفته را داشتم همه چیز را با من نکن. کپزن یگان جویتان رو سیب ندیده است. خواطر نشوید خانم. با شما کمی داروی تسکین دهنده میدهیم. شفا یابید. آقای دکتر. برای من شده جانتون رو در خطر گذاشتید. دختر جانم رویا. مادر جانی مادر خوب هستی؟ نمیزنی شاگرد اما باید شمت او با مو بدی کرده که مو با آدمی بدی کرده راکن میگویم کن
کو همش رو اخراج شو من از اول از او شما داشتم همیشه از پسش نفرت میکردم نهایت به دست افتاد اینجا میکنم خدا که خوردار را بیماز میکنم اجازه ندارم مرا ببخشید نقل کن بیناماز نقل کن به همش اقرارشان میگویم با خوشداری خود که از ازمیر از نقشه این بازی را کشیدن مقصدشان با فکرت خاندار شده تمام مال ملک امکت را گرفتن بوده کبزن اقرار شو از امکت خلاص شدن فکرت را یک عمری میون موندن از آینه بیرون شدن انا این بود مقصد این مال کبزن تیمور بس کن من این کار همراه نشم اومد اگر او را کشم و برای این مال کم است بفهمی ما جزا دادن نمیتوانیم گناه داشته باشد در نزد قانون جواب میده این کار را ما نباید این جنایت است این گپ را ما و بی رحم و ظالم رحم نباید کرد فهمیدی ظالم شرف و نقوص ندارد این پلید را باید خود جزا دهی که به دیگران عبرت شود تیمور راست میگوید این زن شیطان را آرام شوید احمد جان احمد جان آرام شوید برای سوال شما را میکشم تمام میکشم باشیم چما را دیبا با تو گفته بودم ما دقت کن احمد برای چی خودتان را احتیاط نمیکنید نو از بیمارخانه برآمدید تیمور پسر گفتم بیشرف علی بار این نشان جزای او را باید خوب معین کند ما نه امک حمزه او رو با پلیس میسپاریم از روی قانون جزا میگیرد جواب تشخیص های امک هاشم دلیل است ما هم امون باشیم شاهید و فکرم همین قدر کفایه است که او را جزا بدهم عمر راست میگه او رو با پلیس سپردن روزی مقصودم این گشتم رو نست میکنم شور سنم آروم شو سنم بس آروم عمر راست میگوید نفهمیدم این مار امک هاشم را کشتن میخواست و شما با این چشم میپوشید یعنی او را میبخشید همین طور او مرا کشتن خواست با تو گفتن میخوام سیده رو از اینجا هارون تو رو دیگر دیدن نمیخواهم رو از اینجا گیر این انگشتری گیر التماس گیر گفتم من قرارم را دادم رو از اینجا رو تو رو دیدن نمیخواهم با من گم نمیزنی؟ گم میزنی نباشد این محله را با پای میخزانم چی کاره که نکردم برای تو کردم مادرم را از خانه پیش کردم دکان رو فروختم همه این برای تو بود سیده برای تو ببخش هارون در نزد من گریه نکن رو در نزد مادرت گریه کن رو از او بخشش پرس رفته برای من آن هارونه رو بیار که از جانم زیادتر دوستش می داشتم و روزی بودم که همراهش به اون کنج دنیا روم
سعیده آرام شوید آرام شین همه بس کنید ما گناهکار بودن او را میدانیم لیکن این کافی نیست او را جزا دادن کار ما نیست نه این کار من است کار من فکرت چیکار میکنید؟ او را به این خانه من آوردم شما گفتید لیکن من با او باور کردم اگر جزا دادن لازم باشد من او را جزا میدهم من شیطان را من به اینجا راه دادم لعنت به من لعنت او را من نیست میکنم من او را آوردم من او را نیست میکنم آقا جان با خود ببین فکرت بس کن عقلت را کار فرما بی عقلی نکن فکرت بذارم فکرت رو نگاه داره شد فکرت شد آرام شد میکشم داشتم دیگرو اگر نکرو میکشم مادر جون اینم از ترسان مادرم رو بسیار بله ترسان دارم اگر من میگوییم برای او رو به اینجا آمدن من دیگر چاره نداشتم دختر جانم اگر با من رحم نکنید با او رحم کنید اگر مرا حبس کنند التماس رو تنها نگذارید فکر میکنی با این چشمان مارمانند ما رو فره میدیم راهگر صبر تیمور یک طرف گذر آخر در نزدیک کودکش نباید این خیل رفتار کنی مایل شود من شما میگذارم به قرار دادتان اطاعت میکنم چون که ما اولاد عدلی هستیم باوری دارم که قراری میبرآوردهتان آبرو و شرفمان را پس نمیکنم اما جون التماس مادرم را نزنید علیه از تو یک چیز پرسم همون معلم انسانی خوب برین همین طور نی؟ من از کجا دونم؟ کودکان رو هم خیلی دوست داشته است ثروت و نرگس هم او را دوست می‌دارند البته معلمشان از دوست می‌دارند آنها او را نه تنها مثل معلم دوست می‌دارند پای نبردیم اگر نمیدونم با من هم معقول شد با تو چی معقول نیست؟ شما با هم مناسبی شیر مونده بودم رفته خبر گیرم biz Solagil istikloliyati Cumhuri Tojikistan Mubarak Dostan aziz mu şuma ra dar koki horvat intizar گریه نکن جانم گریه نکن هیچ کار نکردن مادرم خوب مایلش مونید رود حوالش بخون از فکرت دور شود شد نه
نمیشود ینگه صدیقه او گناهکار است و باید موافق قانون جزا بدهد. چرا ما باید به همه این چشم پوشیده او را رها کنیم؟ آخر او جنایت صادر کرد. بله ینگه جان، او را باید به پلیس سپاریم. خدای توبه، به شما چی شد؟ زنی بیچاره را از کودکش جدا میکنید. سر دهید رود، مگر شما دل ندارید؟ رحم ندارید؟ خدای توبه کردم. خوب میلش بر آمده راه از اینجا. اگر باز یک بار دیگر در اینجا پیدا شده از خودت گله کن، فهمیدی؟ ما به تو نیم، با این کودک رحم کردی. خودی پگاه از فکرت جدا می شدی. فهمیدی کشتم؟ تشکر. من میدیم زود جدا می شوم. داشتم از اینجا. آرام شوید شاد، آرام شوید. خودی کرده جواب دادید، لیکن نباید به او باور میکردید. اگر جدا نشده گریزد چی؟ من او را باز یک بار آگاه میکنم. دارشم نمیدونم دخترم، راه کرد زودتر. اولاد عدلی ها، من مرام و شیوه شما را میدانم. این کار هم تمام. شما هر قدر خوب باشید، من همون قدر بدی ها خواهم کرد. من همه وقت میگفتم هیچ کس به من باور نمیکرد. تیمور جوانی با تربیه است. به این محله این خیل جوان ناآمده بود. جوانی خوب، با عقل، دهان دارد و زبان نه. سرما دختری به عقلی من. حلیمه چی راست نه مگر؟ کاری کرده تیمور رو دیدی؟ صدیقه را از بلا خلاص کرد. چی نگاه کرده ایستادی؟ دیر میکنیم، راه کرد. استغفرالله. توبه. خدایا، هارون در اینجا چی کار میکنن؟ هارون؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ بیا هارون، به خانه درو. و نزد سعیده آمدی. میتونید سعیده نامزدی رو ویران کرد. من یکان گناه ندارم. مرا گوش نمیکنه. انگشتر دو برگردون. من با او گرزنان میکنم. ما این مسئله رو در خانه حل میکنیم. مایلش. سعیده مادر جان، التماس به من کمک کنید. من به سعیده زندگی کرده نمیتونم. با خدا پسرم، چی خیلی کمک کنم نمیدونم. التماس مادر جان. خدایا هارون، آخر من مادری تو نیستم. مادری تو در خانه پیران سالان انا باید تو کمک کند. با مسئولیت شما کار کردم، لیکن سعیده از من جدا شد. جدا شده باشد من چیکار کنم؟ صاحبی نکردی؟ عقل نداری مگر؟ توبه. مادر جان، مادر جان. سعیده چی شد دخترم؟ راست است که انگشترین داماد را برگرداندی؟ خدایا، و دختری من چی شده باشد؟ تو رو خیلی رنجونید. میدانستم که هارون همین خیل میکند. خیریتی پیش از توی را فهمیدی. آفرین، کاری خوب کردی که از او جدا شدی.
سر دهید مرا، سر دهید. به همه شما گناهکارید، شما او را از راه برآوردید. سعیده اکنون گناهکار من شدم. همه گناه را به سر من بار کنید. من در این خانه مادرم یا گوساله شد. اکنون شد. برای چی هیچ کس مرا دوست نمی‌دارد؟ برای چی؟ چقدر من بدبخت بودم. خدایا خدایا. زودتر راه کرد دخترم. نماشین شنید گفتم نمیشینی مادر جان. بود شما رو میزند. بیا دخترم، دیگر نمیزند. آفرین به تو، نقشت را خوب بازی کردی. ارتیستی خوب هم بوده ای. اگر در آینده یگان فیلم برداریم به تو پیشنهاد بازی کردن را میکنم. درآمد خوب هم میگیری. مرا مسخره میکنی؟ مان این گپای بیهوده رو هر چی گفتم اجرا میکنی. از فکرت جدا میشوی. بعد تو را رها میکنم. بعد میدی؟ بعد میدیم. حاضر تو را به خانه اپای جمیله میبرم. تو روزی سود در آنجا میستی. باز به بیرون نبرایی. من به شما همه چیزهای لازمی رو میارم. فهمیدی؟ مایلش. پولم چی؟ اینقدر پول رو دوست میداری؟ مایلش پول خواست رو میدیم. فهمیدی؟ فهمیدم. دیگر علاج ندارم. باز یگان نامخولی نکنی. اکنون تنها برای اولادم کار میکنم. چهره که نباشد من هم یک عدلیگی هستم. با اولادم همینقدر کار بسیار دارم که تا قصدم را نگیرم از اینجا نمیروم. بچه ها زودتر باشید با مکتب دیر میکنیم. مایلش مادر جان، من تیارم. من هم تیارم مادر جان. این باشه زودتر رفتیم. علیا بچه ها نهاری کردن، تو هم یکون چیز میخوردی؟ گرسنه نیستم مادر جان. امروز رویا و یعقوب رو جراحی میکنن، فراموش نکردی؟ بچه ها رو با مکتب برده زود بر میگردم مادر جان. فکرتی بی عقل. و زنگ میزند. جواب دهم. الو فکرت پسرم گپ زدن نمیخواهد. چی؟ فهمیدم. چی گویم پسرم؟ چی گویم نمیدونم. کی بودنی ایشیل معلوم شده است. با امکی هوشیمت زهر داده است. فهمیده او را از خانه پیش کردن. حق یک کس را خورده می شود مگر دخترم؟ با فکرت گپ زدن می خواهی؟ من برای دیگر کار ندارم مادر جان. پسرم بله اینقدر زنگ نزن. جواب نمیدهد. میدونی چرا جواب نمیدهد؟ و برای چی جواب دهد؟ پسرم با تو گفته بودم که پشیمون میشوی. سخت پشیمون میشوی. گناهم رو میشویم مادر جان. در نزدش بزانو میفتم. بخشیش میپرسم مادر جان. نمیشود پسرم. تو از او جدا شدی میفهمی. اکنون یگان کار کردن نمیتوانی. بهوده میدوی. اکنون باید این رو قبول کنی. بیا پسرم. بیا آیسا. انا همینجا.
келинам алия набераҳои ширинамро ёд кардам. ман ҳам маҷбурам ки қабул кунам. оби рехтаро бардошта намешавад. писарам, ба ҳамааш худат гунаҳкор, худат писарам. не модар, не модар, не модарҷон, не. модарҷон, акаҷон, то сар хобам набурд. фикр мекунам ки чизе дирӯз буд ин як бозие буд. мо кори хуб накардем ки онро раҳо кардем. бояд ба полис месупордем. ҳис мекунам ки байни темур ва ишил чӣ алоқае ҳаст. кори шуда шуд духтарам. аз сарамон дур кардем. боқӣ ҳаволааш ба худо. садиқа ба ман як шурбо паз. ҳанӯз наҳорӣ накардам. майлаш оши мепазам. лекин бевитамину безарра. маро чӣ келини дӯст доштат гумон кардӣ ҳошим? хеле ки мегӯяд сидиқа касе ки дамонаш аз шир сӯзад ҷуръатро пуф карда мехӯрад. худоҳофиз модарҷон, ман ба мактаб меравам. худоҳофиз духтари ширам, худоҳофиз. санам, илтимос маро гӯш кун. исмоил, илтимос як тарафисту. маро роҳат гузор акнун. ту бояд маро гӯш кунӣ. не, туро гӯш намекунам. гӯш кардан ҳам намехоҳам. рав аз ин ҷо. санам, гӯш кун охир. исто. чӣ мехоҳӣ аз ман? чӣ мехоҳӣ? мехоҳам ки маро бубахшӣ. илтимос, гӯш кун. ман аз кори кардам чунон пушаймонам ки ту ба ман рафтори хуб кардӣ, лекин ман хато кардам. биё хонадор шавем. корҳои бо ман кардатро фаромӯш кардӣ? ту чӣ аз ҳодисае ки ба сарам омад хабар надоштӣ? не. ту медонӣ чӣ кор кардӣ исмоил? ҳаётамро сӯзондӣ. куштӣ маро ба чоҳ тела додӣ. ман ҳама инро чӣ тавр фаромӯш кунам? чӣ тавр? рӯзҳои 7-8 сентябр студияи ҳамсадо беҳтарин шоу барномаро бахшида ба 20-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол баргузор менамояд ва дар ин шоу барнома беҳтарин ҳунармандони эстрадаи тоҷик ва ҳунармандони силсилафилми ҳомиён иштирок менамоянд. ба таваҷҷӯҳи мухлисони силсилафилмҳои студияи ҳамсадо, ҳомиён, меҳвари ҳақиқат ва мисли юсуф, аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки аз фурӯшгоҳҳо дискҳои галаграммадорро харидорӣ намоед. галаграмма ҳам дар болопӯш ва ҳам дар рӯи диск насб карда шудааст. дискҳое ки галаграмма надоранд сифати паст дошта қалбакӣ мебошанд ва аз рӯи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ ҳисобида мешавад. хариди дискҳои галаграммадор барои беҳбудии кори мо ва дар сари вақт дастрас кардани шумо мусоидат мекунад. аз шумо студияи ҳамсадо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар шумо фурӯши дискҳои қалбакӣ яъне бегалаграммаро дидед, бетарафиро ихтиёр накарда ба ташкилотҳо ё кумитаҳои дахлдор муроҷиат намоед. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо.